اگه دوست دارید طرز پخت این سوپ خوشمزه رو یاد بگیرید تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من رضام، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه من. امروز ما هم میخوایم سوپ گاچ فرانسوی درست کنیم که رسیپیش یه ذره متفاوت نسبت به سوپ هایی که توی رستوران های ایرانی سرو میشه. موادی که نیاز داریم واسه این سوپ، نیاز به تره و پیازه داریم که شما میتونید به جای اینها از تره فرنگی اگه در دسترستون بود استفاده کنید. سبزی بعدی که نیاز داریم واسه این سوپمون، نیاز به جعفری داریم که هم واسه گارنیششه هم واسه طعم‌دهی بهتر به سوپ. پیاز و سیب زمینی متوسط، 2 حب سیر و 2 تا لیمو که هم از پوستش میخوایم استفاده کنیم هم از آب لیمو. به یه فلفل نیاز داریم که اگه باب میلتون باشه میتونید ازش استفاده کنید. اگه تندخورم نیستید نیاز نیست که اضافه کنید. به 400 گرم هم گارچ نیاز داریم. بعد ادویه‌ای که نیاز داریم واسه این سوپ کاملا ساده هستش. به آویشن نیاز داریم و فلفل سیاه و نمک. بریم سراغ درست کردن سوپمون. در این مرحله پیازها رو به صورت نیم خلالی خرد می‌کنیم و تنها نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که قسمت انتهای پیاز رو نزنیم. قسمت انتهایی پیاز باعث میشه که لایه‌ها از هم باز نشن و بتونیم راحت‌تر اونها رو خرد کنیم. بعد اینکه پیازها رو خرد کردیم، سیب زمینی ها رو به صورت نگینی خرد می‌کنیم. اندازه برش سیب زمینی واسمون مهم نیست چون قراره که اونا رو پوره کنیم. سیرها رو به صورت کامل ریز خرد میکنیم. برای اینکه عطر و طعم سیر کامل در بیاد ما باید اون رو له کنیم که شما میتونید برای این کار از سیر له کن هم استفاده کنید و به صورت کامل اون رو ریز خرد میکنیم و ساتوریش میکنیم. در مرحله آخر پیازچه و تره هامون رو خرد میکنیم که اندازه شون باید در حدود نیم تا 1 سانت باشه و حتما از یک چاقوی تیزی استفاده کنید که له نکنه سبزی ها رو، چون له شدن سبزی باعث تلخ شدن غذاتون میشه و طعم تلخی به غذاتون میده. بعد اینکه سبزی ها رو خرد کردیم میریم پای اجاق گاز و باقی توضیحات رو اونجا بهتون میگم. در این مرحله باید پیازامون رو سرخ کنیم. برای اینکه پیازامون رو سرخ کنیم نیاز به 30 گرم کره داریم و یکم روغن گیاهی که میتونید از روغن زیتون یا هر نوع روغن گیاهی دیگه استفاده کنید. این روغن باعث میشه که کرمون نسوزه و بوی سوختگی به غذامون نده. بعد اینکه یکم کرمون آب شد پیازها رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا نرم بشه، ولی نمیذاریم کامل سرخ بشه. فقط یکم که نرم شد بهش تره و جعفری رو هم اضافه میکنیم. سبزی‌ها باید به صورت کامل سرخ بشن و باید تون اونا رو هم بزنیم تا نسوزه. سوختن سبزی باعث سیاه شدن سوپمون خواهد شد. بعد اینکه کامل سرخ شدن سیب زمینی ها رو بهشون اضافه میکنیم. سیب زمینی ها نیاز نیست که بپزن، فقط کافیه که هم بزنیم و طعم کره با سیب زمینی ها مخلوط بشه. بعد اینکه یکم تفت خورد سیب زمینی ها بهش سیر و آویشن رو اضافه میکنیم. دوباره تفتش میدیم تا مزه سیر و آویشن با غذامون مخلوط بشه که میتونید هم از آویشن تازه استفاده کنید هم از آویشن خشک. موادمون رو انتقال میدیم به یک قابلمه بزرگتر و حدود 2-3 لیوان بهش آب میریزیم که میتونید به جای آب از عصاره گوشت یا عصاره مرغ استفاده کنید. اگه گیاهخوار هستید میتونید از عصاره سبزیجات برای طعم‌دهی بیشتر به سوپتون استفاده کنید.
بعد در قابلمه رو میذاریم و حدود 20 تا 25 دقیقه میذاریم تو شعله ملایم بپزه. گذاشتیم 20 دقیقه موادمون داخل قابلمه پخت. حالا میریم سراغ گارچامون. گارچامون رو خرد میکنیم. بعد اینکه اینها رو خرد کردیم میریم اینها رو سرخ میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. یکم روغن اضافه میکنیم. بعد بلافاصله گارچامون رو اضافه میکنیم. برای اینکه گارچامون زیاد سیاه نشن و ظاهرشون بد نباشه یکم آب لیموی تازه بهش میزنیم تا سیاه نشه. گارچامون به این حد از پخچه رسید، نصف گارچامون رو اضافه میکنیم به داخل قابلمه و نصفش رو میذاریم واسه گارنیشش. بهش فلفل سیاه و نمک هم اضافه میکنیم. چون سبزی زیاد داره یکم خوشنمک‌ترش میکنیم. یه دونم لیمو، نصف لیمو رو فعلا زدم. بعد پوست لیمو رو رنده میکنیم به داخل سوپمون. بعد میذاریم 2 دقیقه بجوشه. بعد اون رو بلند میکنیم. موادمون رو میریزیم داخل بلندر و اون رو بلند میکنیم، کاملا مخلوط میکنیم. موادی که بلند کردیم اونها رو داخل قابلمه‌مون میریزیم و نصف گارچی که نگه داشته بودیم رو دوباره اضافه میکنیم داخل سوپمون. غلظتش هم در این حد باشه کافیه. اگه خواست رقیق‌ترش کنید میتونید از آبم استفاده کنید. جعفری ها رو به سوپمون اضافه میکنیم و یک کمی از جعفری ها رو نگه میداریم واسه گارنیش سوپمون. در قابلمه رو میذاریم و شعله رو خیلی کم میکنیم و میذاریم حدود 2-3 دقیقه بجوشه. بعد 2-3 دقیقه میریم سوپمون رو سرو کنیم. خب سوپ گارچمون هم آماده شد. امیدوارم ازش لذت ببرید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.